بچه‌ها خیلی خوش اومدید به ویدیوی سوم چنل بادیو. توی ویدیو امروز یه چالش داره داخل کجا؟ پارک جنگلی سراوان. هوا سرده، منم کاپشن رو نپوشیدم که از چالش برام سخت‌تر شد. نکن اینجا بنفشه هست، گل‌های بنفشه هست، 2 تا اینجاست، 3 تا اونجاست، دسته اونجاست و قرار چالش امروز اینه که من و یه مهمون ویژه با هم رقابت کنیم که من از مهمون ویژه‌مونم دعوت کنم که بیاد و قرار چالشمون این باشه که بنفشه رو پیدا کن و قرار هر کی تو 5 دقیقه زمان داره برام خوش و هر کی بیشتر بهش پیدا کرد برده. بریم سراغ چالش. دعوت کردم و مهمون ویژه سلام کن. سلام به همگی، من دیوا هستم. خب من با کسی که الان اومد که من اول فیلم گرفتم. آره. که منم خب این فیلم برده عکس بردار خوبیه. بریم سراغ ویدیو. خب الان تو 5 دقیقه زمان داری. اینجا توی زمان سنجم اومده. برو بنفشه پیدا کن. باش. اون دسته‌ای که اونجا بودم نمیتونی برداری چون میدونستی یه دسته‌ای بهم گفتی هست، اون رو نباید برداری. من تو چالشه. بریم. خب چند تا پیدا کردی؟ 2 تا. بدو اون دسته رو آخر سر نصف میکنیم. اونی که اونجاست یکی اونجا هست. صورتیه پیدا کردم. خب بنفشه است دیگه. بیا بریم. نه دیگه میخوای کجا بریم؟ من دارم یه چیزی میبینم. خود دیبا چالشش اینطوریه که 30 ثانیه 30 ثانیه است. الان 30 ثانیه تموم شد و من برم سراغ چالشم. خب من دارم یه چیزایی میبینم. خب موضوع به زیر پاس دخترم. بیا 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 بیا. موضوع باشی بابا عجله نکن. اینجا گله تو از اون بر بیا. از اون بر. بیا فرمان بیا. بیا میگی دوربین بالا. خب کجا بود؟ من پیدا کردم. نه همش مال من کلی دیو هر وقت زمان به 30 ثانیه رسید بهم من نمیدونم زمانو. اونجا یه زمان سر رسیدم برم نشکش بدم. نگاه اینجا به 30 شد. 30 شد. 8 9 10 11 12 13 بارا چقدر پیدا میکنه. آخه زمان من کم گذاشت. بوته بری بوتا هم زمان زیاد یه چند قصد کن کردم. نمیدونم چند تاشو آخر سر قرار بشماریم. برو یه بوته پیدا کن که بتونی زیاد جمع کنی. خاله تو جمع نکن. تو جمع نکن. دیبا اونجوری نفر کلشو بشی. خیلی خوبه دارو گرون قیمت. هر کی برد بهش کل این چیزا رو دارو می‌کنی میدیم بهش. خب دیبا میتونی بری یه بوته دیگه هم پیدا کنی. تا بری یه بوته دیگه پیدا کنی زمان تموم میشه. برو. بدو. من بیشتر پیدا کردم. هر کی میذاره زیر خودش مگه؟ نه مال دیبا اون طرف مال من این طرفه. بدو. زمانت کمه. زمانت خیلی کمه. 20 ثانیه فرصت داری. مراقب باش. خب دیگه بذار تو اون جیبت. این جیب برای تو. این مال منه. راستی اگه تا الان چنل رو ساب نکردین همین الان ساب کن. نگاه چقدر زحمت می‌کشیم برای شما. خب میتونی یه چند دقیقه قطعش کن تا من پیدا کنم. خب بچه زمان من تموم شد. باز انقدر جمع کردم. قطع کن. خب بگرد پیدا کن. خانم شما وضعتون تا حالا چطور بود؟ شما چقدر زیاد داشتین؟ خوب جمع کردم. آره خوش رنگم شده براشون. بوته پیدا کنی خانم. من شما نصیب پیدا کردم. چالش های زیادی داریم ما. نگاه از این لا.
ادامه بده، تو میتونی. اینجا 2 بازیکن را داریم. اسم شما چیست خانم؟ من ریحانه جون هستم. متولده 28 دی ماه 64. آفرین. بریم دیگه. اونجا من نمیسته هنوز چالشم به پایان نرسیده چون 5 دقیقه نشده فکر کنم. این لاه هستا. خب دیبا اما به نصیحت بوته بگرد، نه زمینو. بوته خیلی بهتره. از اینجا برو، اینجا راه خالی است. خودم از این ور میرم بهتر. چی شد؟ به جای نرسیدی؟ بوته ها رو نگاه کن. خانم ریحانه خیلی خوب جارو کرد این چیزها رو و دیگر نیست برام. میتونی بریم ته، به نظرم ته تا حالا نرفت اونجا. ببینم. خب نوبت من شد دیگه. خب 30 ثانیه شده و بیشترش جارو شد. بالا بریم بهتره، پایین نیست. بالا بریم بهتره. این شاخص چه این وسط چه کار میکنه؟ آخه یکی کنده چطور رو برو تا اینجا یا قل داده؟ نمیدونم. خب زمان شما به پایان رسید. بریم برای من. اون بالاها ما هنوز جاروش نکردیم. اون بالا منو بگیر. ساب کانال منم. خانم جون گله. منو بگیر. تو پنجاه یک داره. ای خیلی چیز داره. آی. خانم من چجوری بیام؟ ما گیر کردیم. تو این تیغا. خب چیز سالمی ندارم. اینجا چیزای سالم نیست. پس برمیگردیم اینجا. بیا. خانم ریحانه کارشو پایان داد و احتمالاً برده. خیلی کاملا جارو کرد و خیلی تونست خوب بره. کاملا از ما خیلی بزرگتره و خیلی میتونه جمع کنه. اوه منم پیدا کردم بارانا. آره خوب. میتونی با یه دست جمع کنی چون زمان پیزر کم. میتونی با دست یه دست جمع کنی. ولی باباش هم منو بگیره هم پورت هم پایان میرسه. کسی دست به چیزی نزنه. شما تونستی 15 عدد از اینا جمع کنید. احتمالا نفر آخر میشه ولی اشکال نداره. شاید هم دوم شد یا سوم، نمیدونم. بریم چی میشه. اینم کفش خوشگل بردید. اینو میبرید. این خدا پیدا کرده بودم. خب با کل اینو به همین باشه میدونی داروی سرما سرفه باشه. الان جمع کنم بهتون نشون میدم. لحظه با شکوه تقدیم بفرمایید. بدید به برنده.